به عنوان کسی که 3 بار بدون رزومه تو 3 تا فیلد کاری متفاوت استخدام شده و کار کرده، میخوام این مشکل بزرگی که اکثرتون قبل از ورود به بازار کاری دارید رو حل کنم. اگه اول کاری و خب رزومه خاصی نداری نمیشه که قید کار رو بزنی، چون فقط منم نیستم، خیلی های دیگه هستن که بدون اینکه رزومه خیلی خفن و خاصی داشته باشن دارن توی فیلد کاری که دوست دارن و حالا تخصصشونه فعالیت میکنن. پس اگه من تونستم، خیلی از افراد دیگه هم تونستن، قطعا تو هم میتونی. سلام، من عاطفه هستم و اینجا درباره تجربه‌های مهمی که توی زندگی و کارم داشتم و به شما کمک میکنه صحبت میکنم. قبل از اینکه شروع کنم باید بگم که درسته که فعلا جمعمون کوچیکه و اول راهیم، ولی به نظرم ساختن این محتوا یه مسئولیت مشترکه. 0 تا 100 ساختن این محتوا با من هست. از ایده تا اجرا خودم انرژی میذارم براش و دوست دارم شما با حمایتتون به من انرژی بدین. اگر که ویدیو رو لایک کنید و حالا کانال رو ساب کنید، من انرژی میگیرم که محتواهای خیلی بهتر، با کیفیت تر و مفیدتر براتون بسازم. خیلی ها فکر میکنن رزومه مثل یک کلید طلاییه که بدون اون هیچ دری به روشون باز نمیشه و اصلا نمیتونن وارد دنیای کار بشن. اما تو ایران در حال حاضر خیلی از بیزینس ها، شرکت ها، مخصوصا استارتاپ ها و بیزینس های جدید، بیشتر از این که توجه کنن شما روی کاغذ چی برشون نوشتی، به مهارت‌های شما، به اینکه شما چطور خودتون رو براشون پرزنت میکنید توجه میکنن و به مهارت‌های نرم بیشتر اهمیت ندن، کمتر اهمیت نمیدن، چون که خیلی براشون مهارت‌های نرم مهم شده در سالهای اخیر. متاسفانه یا خوشبختانه توی ایران خیلی وقتا خیلی از کارا با یه معرفی جور میشه. یعنی کسی که حالا شما رو میشناسه، بهتون اعتماد داره، کار رزومه رو خیلی وقتا براتون انجام میده و شما رو معرفی میکنه. بذارید یه مثال بزنم براتون. مثلا شما توی جمع خانوادگی هستید یا توی مهمونی و حالا به یکی از افراد اون جمع میگید که کار طراحی سایت انجام میدید و این تخصص رو دارید و اون فرد یاد دوستش میفته که دنبال یه نفر میگشت که سایت براش طراحی کنه و خب میشه باب معرفی شما به همدیگه تا شما بتونید حالا از این تخصصتون به درآمد برسید. پس اینجا اول ارتباطاتتون خیلی مهمه و دوم این که به افراد اطرافتون، به دایره ارتباطیتون بگید که شما چه کاری انجام میدید، چه مهارتی دارید و چه تخصصی دارید. اگه مهارتتون قابل نشون دادن هست، شما واقعا نیاز به یه رزومه خیلی سنگین ندارید. به طور مثال اگه کارهایی مثل تولید محتوا، طراحی سایت، تدوین یا ادیت و حالا از اینجور کارها انجام میدید، فقط کافیه که نمونه کاراتون رو جمع کنید، داخل پیج بارگذاری کنید یا داخل فولدر بذارید و به کارفرما تحویل بدید. چون مطمئن باشید انقدر که به نمونه کاراتون توجه میکنن و نمونه کاراتون رو بررسی میکنن، به این توجه نمیکنن که رزومتون چند خطه یا چند صفحه است. ببینید خیلی از شرکت ها و بیزینس ها اصلا آگهی استخدام نمیزنن و شما باید در واقع جلو برید و خودتون رو معرفی کنید و بهتر که این کار رو حتی حضوری هم انجام بدید تا بتونید خودتون رو به نحو احسن پرزنت کنید. مثلا کار طراحی لوگو انجام بدید، میتونید بهشون پیشنهاد بدین که من این مهارت ها دارم و میتونم برای برندتون لوگو طراحی کنم، یا کار مدیریت پیج انجام میدم، میتونم توی این زمینه به شما کمک کنم. اگه دیگه هیچ تجربه نداری، میتونی با کارآموزی شروع بکنی.
خودم هم اولین تجربه استخدام بدون رزومم همین کارآموزی بوده، چون خیلی از شرکت‌ها دوست دارن نیروشون رو خودشون بگیرن، آموزش بدن به عنوان کارآموز و بعد از یه دوره‌ای استخدامش کنم، مثلا یه دوره 3 ماهه. مزیتی که براتون داره اینه که توی اون دوره هم شما آموزش میبینید، یه مهارت رو یاد میگیرین، هم به عنوان رزومه میتونید استفادهش کنید، یعنی عملا دارید یه رزومه برای خودتون میسازید، همین که بعدش استخدام میشید. و یادتون نره همیشه تجربه واقعی خیلی ارزشمندتر از یه رزومه روی کاغذه. یه نکته طلایی قبل از اتمام ویدیو حتما باید بدونید، اینکه بدون رزومه چیزی که تو رو از بقیه متمایز میکنه شخصیت و مهارت‌های نرمته و این روزها بیزینس ها خیلی دارن بهش توجه میکنن برای استخدام، مثل اعتماد به نفس، مثل ارتباطات، مثل قابل اعتماد بودن. و خیلی وقتا توی فیلد کاری برای یک تخصص خاصی تعداد افراد واجد شرایط زیاد میشه و چیزی که باعث میشه یک نفر اولویت داده بشه و قبول بشه و انتخاب بشه برای اون فیلد کاری دقیقاً مهارت‌های نرمشه. پس مهارت‌های نرم رو خیلی جدی بگیرید، بهش توجه کنید و حتما روش کار کنید. پس دیدیم که بدون رزومه هم میشه کار پیدا کرد، فقط باید جایگزینش رو پیدا کنیم و از آپشن افراد، نمونه کارهات و حتی پرزنت کردن خودت هم غافل نشو. خیلی دوست دارم بدونم اولین قدمت برای پیدا کردن کار بدون رزومه چیه؟ توی کامنت ها برام بنویس. و در آخر، درسته که کانالمون نوپاز و جمعمون خیلی خودمونیه، ولی من برای ویدیوها، برای این محتوا از ایده تا اجرا 100 انرژی خودم رو میذارم و شما با حمایت کردنتون، لایک کردن و ساب کردن کانال این انرژی رو به من برمیگردونید که روز به روز براتون ویدیوهای بهتر، جدیدتر و جذابتر بسازم.